بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. از دعای خیر جدا فراموشمون نکن. بریم سر بحث. تکالیف ما در زمان غیبت چیه؟ رسیدیم به یکی دیگه از تکالیف. منتظر ظهور باشیم. خیلی ساده، منتظر باشیم. آقا شما مهمانی دعوت، بذارید مثالای جوری بزنم، این خودش یه زبانه ها. شما مثلا یه فوتبالیست درجه یک رو دعوت کردی، یا یک بازیگر سینما رو دعوت کردی، یا یک تاجر بزرگ دعوت کردی، یا یک بزرگی رو، عالمی رو دعوت کردی خونت. خیلی خاصه. کی؟ پس فردا بیاد، پس فردا رسید، صبح. شما همه کاراتو کردی، منتظر اومدنش هستی. هرچی دقایق میگذره چشمت میدوه توی دیوار، توی زمین، توی که مبادا چیزی نابجا باشه، گلی کج باشه، قاپی، نمه فلانی فیساری، چه آشپزخونه مبادا غذا فلان باشه، میوه کم باشه، اله باشه، فیسار باشه. هرچی به ظهر نزدیکتر میشی، به ساعت حضور، من بگم ساعت ظهور، بیتاب تر میشی تا بیاد و نفسی تازه کنی. اینه میگن منتظر. حالا بزرگترین، که البته حرف غلطی است، بزرگترین فرد عالم، نه رئیس جمهور مثلا آمریکا، نه مثلا فلان فلان فلان، نه اینا همه هیچ، اینا رو بنداز دور، اصلا کره زمینه بنداز دور. بزرگترین عبد خدا که بر همه عوالم داره ولایت میکنه، او میخواد بیاد و تو وظیفه داری منتظرش باشی و نمیدونی کیه. چجوری باید انتظار کشید؟ اونجوری باید منتظرش باشی. حالا بذارید از یک زاویه دیگه بریم از اون ور نگاه کنیم. رسول خدا امتی دارد، یعنی ما کسانی که معتقد هستیم او رسول خداست. این امت یه تکالیفی داره، واجباتی داره، حرامهایی داره نباید انجام بدیم، واجبات رو باید انجام بدیم و نماز، روزه، حج، جهاد، امر معروف، تقوا، امانتداری، راستگویی، ترک مثلا شراب، ترک قمار، ترک موسیقی، ترک چه. اینا اعمالند که ما انجام میدیم و اونا اعمالند که نباید انجام بدیم. اینا میگن مجموعه اعمال که روز قیامت میگن اعمال مجسم میشه. نمازت به شکل یک انسان در میاد، از تو دفاع میکنه. صبرت به شکل یک انسان در میاد، دفاع میکنه. خب این اعمال طبعا یکیشون اعتبارش بیشتره، یکی اعتبارش کمتره. احترام به همسایه، راستگویی، نمیدونم امانتداری، نماز اول وقت، زکات، امر به معروف، چه اینا قطعا بالا پایین داره، یکی مهمتر یکی کمتر. حالا تشخیصش هم خود اهل بیت. این رئیس مذهب و دین، این رئیس امت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله، به ما گفته از بین اعمال یکیشون افضل است، یعنی برترین. اگه بگه فاضل است یعنی برتر، اگه بگه افضل یعنی برترین، یعنی رو قله، یعنی دیگه چیزی به پاش نمیرسه. به نظر شما برترین اعمال در زبان رسول خدا که خود سنی هم آوردن تو کتاباشون و ما به تفصیل و از زبان ائمه هم آمده، چیه؟ دونستنش خیلی مهمه، چون وقتی میدونیم اون افضله، خب اونو بیشتر بهش پابند باشیم. مثلا گفت نماز اول وقت افضله، خب به نماز اول وقت پابند باشیم. چرا؟ چون آدم بیشتر اجر میبره، بیشتر خوش به خدا نزدیک میکنه. چیه یا رسول الله؟ فرمود افضل اعمال امتی، برترین عمل امت من، انتظار الفرج. کی اینو فرموده؟ زمانی که ایشون درباره مهدی آخرالزمان صحبت کرده، مردم هم تازه پیغمبرشون رو دیدن، حالا 10 سال یا 20 سال پیغمبر رو دیدن و مبعوث شده به نبوت.
داری صحبت میکنی از آخر آخر آخر. میگه بله. یعنی میخوام بگم امام رضا و امام صادق و امام باقر و ائمه ما به طریق اولا به تفصیل درباره این موضوع تأکید کردن، تشویق کردن، سفارش کردن، ما رو فرا خوندن که آقا بهترین اعمال انتظار فرجه. خیلی حرفه. و متاسفانه در بین ما شیعه ها خیلی هستن میگن ما میترسیم ازش. برای چی میترسیم؟ راست بخوام نمازمون یه خط در میونه یا یه سال در میونه یا 8 ماه خونه اجاره کردیم هنوز نپرسیدیم قبله کدوم طرفه. مهر داری، خدا رحمت کنه مادر بزرگمون که میومد یا مادرمون که میومد دیدن ما یه مهر همراهش بود، نمیدونم کجا گذاشتیم. چکی بلا محل میکشم مخصوصا که ندم. کلاهبرداری میکنم، مال اینو بخور مال اونو بخور. خب امام زمان بیاد اول گردن من نمیزنه. خیر آقا این نیست. اولا امام زمان گردن هیچ کسو نمیزنه، که گردن کسی رو میزنه که در برابر امام زمان شمشیر بکشه. البته بگذریم از اون. ثانیاً امام زمان امام مستضعفینه و خدا میخواد این مستضعفین که همیشه در زمین مستضعف بودن میخواد این دفعه اینا رو بیاره بالا و تبدیل کنه به والیان زمین. خب مستضعف کیه؟ مستضعف خود تویی که میگی 1 سال در میون نماز خوندم، روزه حال ندارم بگیرم، چه که بلام حل میکشم، مشروع که نمیتونم ازش بگذرم و تو مستضعفی. فکراً مستضعفی، اقتصادیاً مستضعفی، اعتقادیاً مستضعفی. امام برای تو میاد. و دلیل دیگه، ویژگی عمده امام زمان ما اینه که مثل جدش رسول خدا رحمتون للعالمین و چون آخرین خلیفه است، آخرین امامه، آخرین حجته، باید زمین رو پاک کنه. آقا مردم این منطقه، امیرالمومنین ولی خداست، امام اوله، منم امام 12، ایمان بیارید، برکات اینجوریه، رزق اینجوری بهتون میدیم، فلان میدیم، فیسار میدیم، این برنامه من اینه. نه آقا نمیخواییمت. خب نمیخوایی منو چرا؟ برای اینکه ما مسیحی هستیم. اشکال نداره، مسیحی بمان، مسیحی هستی بمان، شمشیر نکش. ما روی زمین هم به تو ولایت و سرپرستی و حکومت نمیدیم، تو یک شهروند محترم میمونی. من میخوام یهودی بمونم، باش کاری به تو نداریم، شمشیر نکش، با ما نجنگ، تمام حقوق شهروندی استفاده بکن. میخوام بگم ترس نداره امام زمان. امام زمان از خورشید برای ما مهمتره. این عرض بنده کسر شأن حضرت، اما برای تقریب ذهن میگم، از اکسیژن برای ما لازم تره. این مثل این میمونه که بگیم روشنایی همونی که کرم شبتاب داره. خب مثال خورشید رو بزن. امام زمان همونیه که خدا از اول قبل از آفرینش کرسی و عرش و ملائک و چه و چه اونها را آفرید، حضرات معصومین رو. پس امام رو باید بخواهیم. امام رضا میفرماید مادرایی که خیلی بچه دوستن، خیلی مهربونن، به اونا میگن الام البره. ام یعنی مادر، حال مادری مهربونه، اما بعضیا خاصن تو مهربونی، بچه رو دوست بار میارن. ام البره. میگه امام از اینجور مادرها مهربون تره. پدر چقدر بچهشو میخواد. حالا بعضی پدرها شفیق هم هستن. شفیق یعنی خیلی 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 بچهشو دوست داره، یعنی دیگه تو جامعه داد میذاره و لوس کردی بچه تو. امام رضا میفرماید از این بابایی که شفیقه به شما مهربون تره. یه همچین کسی که میاد کنوز زمین رو آشکار میکنه، خدا به برکت او باران رو از آسمان و برکت رو از زمین میروید، نباید منتظرش باشیم؟ پس انتظار فرج دم به دم و لحظه به لحظه و ساعت به ساعت نباید از ذهن ما خارج بشه که ما منتظر حضرتیم. مثل اون کسی که اون در اول عرایزم عرض کردم مهمان مهم دعوت کردی، نمیتونی بری یه کار دیگه بکنی، بگی پشت بونم ایزوگام میخواد.
کولر رو برم مثلا آبشو عوض کنم. بابا تو مهمان داری، خب اینو بذار برای بعد. انتظار باید داشته باشیم. خب چجوری انتظار داشته باشیم؟ دستورالعملش تو روایت اهل بیت، در روایت اهل بیت هست. لطفاً به همون اندازه که پیامک میخونید، به همون اندازه که کامنت میخونید، به همون اندازه که چه با عرض شرمندگی، به همون اندازه روایاتشون بخونید. ببینید چی میگن. خب من بحث انتظار رو نمیخوام خیلی کشش بدم و اگه بنا باشه مثلا یه مواردی رو اشاره کنیم، یعنی امام رو فراموش نکنیم. این یک. دو، مایوس نشیم. سه، آماده باشیم برای یاری او. حتی روایت میگه اگه شده یه دونه تیر داشته باش، یه دونه چاقو داشته باش، برای امامت آماده بگی آقا بیاد یه چیزی بگیرم دستم برم یاریش. نگو که پس چرا نیومد، عجله نکن، تسلیم شو. بدان بهترین گزینه همین نیست که تو داری انتخاب میکنی، تسلیم امر باشی. بیاد اهلا و مرحبا، و میخواد فعلا نیاد، صبوری میکنم. عجله نباید کرد. ما دشمن نباس جنگید. در دوران غیبت حضرت ما مأمور به اینیم که استندبای باشیم ساکت باشیم، تو خونه باشیم، همه رو بشناسیم، کسی ما رو نشناسه. احلاس و بیوتکم باشید، پلاس افتاده در گوشه خونه باشید، هیچ کی از تو نگران نباشه، نترسه، اصلا انگار نیستی. ولی وقتی امام بیاد تو خودت آتش فشان میشی، مطمئن باش. خب روایت خیلی هست، با میگذریم. اجازه بفرمایید همینجا عرضم رو تموم کنم و جمله همیشگیم بیاریتون نیازمندیم. خداوند سبحان میفرماید جهاد کنید. چه جهادی؟ میفرماید اول به اموالکم بعداً به انفسکم. یعنی اول جهاد با مال است، جان نیست که آسان بدهم. یعنی دادن مال سخت‌تر از دادن جانه. این ویژگی رو خداوند برای امتحان در ذات آدم نهاده. میدونید امام زمان، کلا امام معصوم، یه حقی داره گردن ما. نکنید منظور ما نصف خمسه، نصفش مال سادات، نصفش مال امام. او هیچی، بحثش فعلا نداریم. یه چیزی داریم به نام صله. امام صادق فرمود امام به هیچ کدوم شما نیاز نداره. اگر شما صله میدی در واقع رشد شما توشه، برکت شما توشه. میشه توضیح بدی؟ خب توضیحش اینه. عذرخواهی میکنم، گوسفند در سال چند بار میزاد؟ معمولا یه بار. چند قلو؟ معمولا یک قلو. سگ چند بار میزاد؟ 2 بار. چند قلو؟ 4 قلو تا 8 قلو 9 قلو هم هست. یه شوخی بکنم با شما، سگای خالدار کارتونشو دیدید دیگه، 10-11 قلو زاییده. خب 2 بار میزاید، چند قلو میزاید. یعنی یه گوسفند در برابرش حداقل باید 8 تا، حداقل ها دارم آگاهانه میگم با همین عرضی که داشتم، حداقل 8 برابر سگ باید باشه. یعنی به فرض اینکه 4 قلو بزاد، در حالی که تو 8 قلو اینا هم خیلی طبیعی از در بعضی جاها و نژادها. خب سگ رو میخورن؟ نه. گوسفند و چی؟ برو بیرون قصابی ها رو ببین چه خبره. گوسفند 1 قلو میزاد، سالی 1 بار میزاد و برای خوردن پرورشش میدن. سگ 2 قلو میزاد، چند قلو میزاد و کسی هم سگ را نمیخوره. خب حالا بریم توی جامعه جغرافیایی خودمون نگاه کنیم. مثلا 100 کیلومتر اینور یه مربع درست کنیم، سگ‌ها رو بشماریم، گوسفندا رو هم بشماریم. سگ‌ها بیشتر یا گوسفندا؟ آقا داری رانندگی میکنی 700 کیلومتر، 1000 کیلومتر، میخوای بری مشهد یا میخوای بری مثلا از تهران میخوای بری اهواز، نگاه بکن کنارهای جاده دم به دم گله گوسفند میبینی، اما 3 تا 4 تا 5 تا سگ میبینی.
چرا؟ امام صادق جوابشو داده. یعنی جواب ریاضی و عقلی نداره. همه آدم هم توش موندن، در همه جای دنیا توی موضوع موندن، نمیفهمن چرا. امام صادق فرمود خدا توی گوسفند برکت قرار داده و سگ برکت رو ازش گرفته. چرا؟ ما کار نداریم به چراش، ما به اینش کار داریم. برکت یعنی این، بی برکتی یعنی این. وقتی شما صله به امام زمانت بدی، کارهایی که مربوط به امام زمان کمک بکنی، برکت دادی. یادم نمیره یه پیرمردی اهل زنجان، اهلی که از روستاهای اطراف زنجان یا اومده بود اینجا، قسم مال 5 سال پیش بود، اومد خاطره ای رو برام گفت من یک کمکی کردم، پولی خرج کردم برای امام زمانم، اون سال باغ گیلاس من شاخه هاش میشکست، از بس بار گرفته بود، در حالی که باغ بغلی من که 2 برابر درخت داره به اندازه نصف من فروش نکرده. میگه من میدونم علتش اینه بود، اون برکت دیگه، هم داستان سگ و گوسفند. کارای امام زمانی رو یاری کنید. اگر میدانید و یقین میکنید که این کارها امام زمانیه، کمک کنید. و اگه یقین ندارید یا یک کمی هم تردید دارید، یعنی 99% یقین دارید 1% شک دارید، نکن. و نکته سوم، باور کنید، این اشاره به خود بنده و کارامون نیست، کلی دارم عرض میکنم، برای امام زمان خرج کردن 2 تا ویژگی داره: 1 لیاقت، 2 جنگ شدید شیطان با توست. حداقل کاری که میکنه میگه خب الان برای چی میفرستی، فردا صبح بفرست. خدای رحمان چی میگه؟ میگه استبقوا الخیرات، سبقت بگیر، سریع باش، سارعوا بالخیرات، سریع باشید. شیطان چی میگه؟ شیطان میگه سوف، تسویف کنید، یعنی به زودی انجام میده. یک نکتهش لیاقتی است که خدا به ما میده، برای امام زمان خرج کنیم. نکته دوم، شیطانی است که نمیگذاره بپردازی به این کار. لذا از بین این 2 تا خواص میان بالا، هر که اهل بیتی تر است. یا علی.